سلام، با ما همراه باشی با چالش مادر دختری. بریم. ما یه چند تا سوال انتخاب کردیم از هم بپرسیم. اگه نتونستیم جواب بدیم یا اشتباه جواب دادیم سرمون میره تو کاسه آب، یخ هم هست. مجازات بشی. اشتباه شد. خب پیشو غذای مورد علاقم چیه؟ قرمه سبزی. کدوم اخلاقم اصلا دوست نداری ولی دارمش؟ همش. بزرگترین آرزوم چیه؟ مربی رانندگی. آرزوم اینه تولدم چی داشته باشم؟ موتور. کی بیشتر دلنازه که من یا تو؟ تو؟ حلقم رفت. موسیقیه. سبکی مورد علاقم چیه؟ پاپ. فکر میکنم بیشتر کیو دوست دارم؟ تو خانواده؟ نه. یه حس بزن. خب متینو. بیشتر چی میترسم؟ سوسک. آفرین. بیا منتظر تو اشتباه جواب بدی. 2 hours later. احتمال داره از کشور برم یا نه؟ نه. فکر میکنی من کیو بیشتر دوست دارم؟ منو؟ نه. پس بابا تو دوست دارم. مجازات بشی. اشتباه شد. ویدیو چک. غذای مورد علاقه من چیه؟ لازانیا. نه. خب بیا خونم رو دارم برمی دارم. رنگ مورد علاقه من سبز. آبی. خب حالا تو دیگه بپرسی. وای رفت تو کمرم. بباسم. من قهوه رو ترجیح میدم یا چای؟ چای. بابا باریکلا. من صبح زود بیدار میشم یا دیر؟ دیر. درسته؟ بیشتر تنبلم یا شیطون؟ به شدت تنبل. اگه تا اینجا دیدی و لایک نکردی لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله‌ام بزن که هر وقت فیلم گذاشتین نوتیفیکش براتون بیاد. من بیشتر گوشی دوستم یا بیرون؟ بیرون؟ خب امیدوارم از چالش ما خوشت اومده باشه. سابسکرایب کن، زنگوله‌ام بزن. مرسی که تا اینجا نگاه کردی. خدافظ.